دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش اومدید. نام خدا. ملا و سگ وحشی. مردی پیش ملا رفت و گفت: جناب ملا، در حوالی خانه شما سگی ولگرد است که راحتی و آسایش خیال را از من ربوده. نمیگذارد به سمت خانه شما بیایم، نمیتوانم از ترسش به خانه برگردم. شنیدم دعای عربی برای اینکه سگ نتواند کاری کند وجود دارد. لطفاً آن را به من یاد دهید. ملا گفت: بهتر این است مقداری غذا همراهت باشد، چون فکر نمی کنم سگی که راهت را می بندد زبان عرب بفهمد. نوزاد ملا. زن ملا وضع حمل کرد. یکی از دوستانش به او گفت: قدم نورسیده مبارک، پسر است؟ ملا گفت: نه. گفت: پس حتما دختر است. ملا با تعجب گفت: درست است، کسی به تو خبر داده؟ ماه یا خورشید؟ روزی شخصی از ملا پرسید: ماه بهتر است یا خورشید؟ ملا گفت: این دیگر چه سؤال احمقانه است که از من میپرسی؟ معلوم است خورشید روزها که هوا روشن است و نیازی به وجودش نیست بیرون می آید، ولی ماه روشنی بخش شبهای تاریک است. به همین جهت منفعتش بیشتر از ضررش است. مالیات. در قدیم کسی اگر پولی برای پرداخت مالیات نداشت الاغش را می گرفتند. در گیرودار خرگیری از مردم ملا مضطرب وارد خانه ای شد. صاحب خانه گفت: برای چه آمده ای؟ ملا گفت: بیرون خرها را به عنوان مالیات می گیرند. صاحب خانه گفت: خب ربطی به تو دارد؟ ملا گفت: ماموران چنان عجله‌ای داشتند که ترسیدم اشتباها مرا هم بگیرند. ملا و جنگ. شخصی از ملا پرسید: جنگ چگونه اتفاق می افتد؟ ملا کشیده‌ای محکم در گوشش زد و گفت این گونه: دوستان عزیزم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. ممنونم. الاغ و قاضی. الاغ ملا روزی به زمین زراعی مردی وارد شد. مرد از ملا پیش قاضی شکایت کرد. قاضی ملا را خواست و علت پرسید. ملا گفت: جناب قاضی، بر فرض شما خر من هستید. افسارتان را می بندم و زینتان می کنم و شما حرکت می کنید. در راه سگها پارس کرده شما را می ترسانند و شما رم می کنید و وارد مزرعه می شوید. حالا انصافاً شما مقصرید یا من؟ دستمال. ملا دستمالش را گم کرده بود و داشت گریه می کرد. دوستانش پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ گفت: دستمالم را گم کردم. پرسیدند: دستمال ارزشمندی بود؟ ملا گفت: خیر، زنم سپرده بود مقداری سبزی بخرم و من هم برای اینکه از یادم نرود گوشه دستمال را گره زده بودم. حال اگر از یادم برود چه کنم؟ ملای صرفه‌جو. ملا نصرالدین مردی را دید که دهانش تا بناگوش باز است و خمیازه می کشد. نزدیکش رفته در گوشش گفت: حالا که دهانت باز است عیال بنده را هم صدا کن. همراهان عزیز، برای اطلاع از انتشار ویدیوهای جدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. سلامت و پایدار باشید.